ممکنه تو انسان نباشی، بلکه یه فرشته باشی در قالب یه انسان. در عین حال که ژن الهی داری، اما جهان رو از دید یه انسان میبینی. کمی تعجب برانگیزه. اما قراره توی این ویدیو بهت 5 ویژگی رو بگم که اگه تو اونا رو داری، پس دارای ژن فرشته هستی. آخرین مورد مهمترین اوناست. اولین نشونه قدرت نجوای درونی نام داره. یه صدای نامحسوس که هدایتگر فرد توی کل زندگیه. بعضی افراد قبل از اینکه اتفاقی براشون بیفته یا چیزی در حال وقوع باشه از درون مطلع میشن. تصور کنین که شما دارین توی مسیری که آینده مشخصی نداره حرکت میکنین، اما یه حس درونی، یه امید بی‌نهایت به شما میگه که مسیر رو ادامه بده. یه صداقتی که شما رو دلگرم میکنه. افرادی که ژن فرشته دارن برخی از نشونه ها، برخی از حقایقی که درک اونا برای ما دشواره رو به سادگی تشخیص میدن و خطر رو قبل از وقوع میبینن و یه توانایی خاص توی پیشبینی نتایج دارن. این افراد قدرت عجیبی برای دریافت برخی حقایق دارن، جوری که انگار به یه منبع حکمت متصلن. اگه شما شخصی هستین که احساس میکنین چیزایی میدونین بدون اینکه علتش رو متوجه بشین، پس ممکنه این نشانه های اولیه این باشه که شما یه فرشته توی قالب یه انسانی. نشونه دوم، اما عجیب این افراد، علاقه شدید اونا به طبیعته. این افراد جهان رو مثل یه موسیقی میدونن. خشخش برگا، صدای رودخونه ها، وزش باد برای این افراد مثل یه ملودی آرامش بخش میمونه. افرادی که دارای ژن فرشته هستن ریشه در طبیعت دارن. در این مکان میتونن با تپش‌های زندگی ارتباطی قوی برقرار کنن، جوری که آزادی حقیقی و نبض کیهان رو احساس کنن. طبیعت مثل یه آهنربایی میمونه که این افراد رو به سمت خودش میکشونه و در واقع این افراد صلح طلبن. اگه شما شخصی هستین که با طبیعت احساس صمیمیت دارین، پس میتونه یکی از نشانه های فرشته بودن شما باشه. بعضی افراد اینطورین، یه روحیه عجیبی دارن که وقتی به جایی وارد میشن یا کلامی به زبون جاری میکنن موجب شادی دیگران میشن. این افراد با عشقی که میدن، با محبت و مهربونی که دارن، باعث حال خوب اطرافیان شده و روحشون رو جلا میبخشه. این افراد به اصطلاح میگن قدرت شفا بخشی دارن، نیروی عجیبی که حال همه رو خوب میکنه. از طرفی این افراد دارای حس همدردی عمیقی هستن و یه جورایی درد دیگران رو درد خودشون میدونن و با تمام وجود حسشون میکنن. این سومین مورد از افرادی بود که دارای ژن فرشته هستن. چهارمین مورد به آگاهی فرد اشاره داره. جهان دارای پیچیدگی زیادی از درس‌ها، تجربه‌ها و تغییراته. اما برخی افراد به سادگی از این پیچیدگی عبور میکنن. این افراد دیدگاه‌های عجیبی دارن. دنیا رو جور دیگه میبینن. یه جورایی درک بالایی از زندگی و دنیا دارن. اگه کسی رو دیدین که از کودکی با کلامش افق جدیدی رو نسبت به زندگی نشون میده و کلام ارزشمندی داره، میتونه نشونه داشتن ژن فرشته بودن باشه. این افراد با نگاهی پر از آرامش به زندگی نگاه میکنن و درکی عمیق از مسائل زندگی دارن. آگاهی این افراد فراتر از هوش مغزیه. به اصطلاح ساده میگن این آگاهی خدادادیه. افرادی که دارای ژن فرشته هستن جوری به مسائل نگاه میکنن و جزئیات و الگوها رو میبینن که از عهده همه ما خارجه.
آخرین مورد برمیگرده به انرژی این افراد با انرژی اطراف. افرادی که دارای ژن فرشته هستن انرژی اطرافشون رو حس میکنن و اگه وارد جمعی بشن یا وارد مکانی بشن انرژی حاکم به اونجا مثبت یا منفی هر چی که باشه رو متوجه میشن. افرادی دارای ژن فرشته بودن با انرژی اطراف خودشون هماهنگ هستن. این افراد در محیط هایی که انرژی منفی وجود داره دچار احساس خستگی میشن و بالعکس در محیط هایی با سطح انرژی بالا شاد و مثبت سرزنده میشن. اگه شما شخصی هستین که این ویژگی رو دارین احتمالاً فرشته‌ای باشین در قالب یه انسان. تمامی خصوصیات گفته شده نشون از روح پاک فرد رو داره و در واقع بیانگر دارا بودن ژن الهیه. دوستان عزیزم زیر این ویدیو برام بنویسین که شما کدوم یکی از این مشخصات رو دارین و برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنین و ویدیو قبلی رو حتما ببینید. توی صفحه آخر میذارمش. سپاس که تا انتها با من بودین.